سلام، حالتون چطوره؟ برگشتیم با قسمت آخر دوره طراحی قالب فروشگاهیمون که حالا توی این قسمت میخوایم این بخش فوتورمون رو پیاده سازی کنیم. توی قسمت‌های قبلی اگه نگاه کرده باشیم ما اومدیم این بخش مین و سکشن هایی که داشت رو تکمیل کردیم. حالا این قسمت میخوایم بیایم سراغ فوتر. فقط قبلش توی جلسه قبلی که ما سکشن جوین کامیونیتی رو پیاده سازی کردیم یک سری ایراد کلاسهی داشتیم. مخصوصا اینجا من باید این کپشن رو به کانتنت تغییر بدم. کانتنت و اینجا هم داخل اپ CSS ببینم کلاسش درست بود. نه این اشتباهه. اینو باید به کانتنت تغییر بدم. داخل سرد رسپانسیو CSS هم به این صورت ببینم ایرادی داره. کامیونیتی کانتنت تایتل. آره تایتل بود دیگه. آره تایتل بود. اینجا هم تایتل و توی سایز 768 پیکسل چطور؟ اینم کانتنت 992 پیکسل هم که هیچی. آقا بریم برای پیاده سازی کردن همین بخش فوتری که داشتیم. ببینین اگه اینجا دقت بکنین ما 4 تا ستون داریم ولی این ستون اولیمون یک مقدار فضای بیشتری داره. حالا اینو باید بیایم چیکارش بکنیم؟ روش‌های مختلفی هست. مثلا من میتونم بیام بهش وید بدم یا بیام با استفاده از پدینگ و مارجین این کارو انجام بدم. ولی اینا چیزی نیستش که ما میخوایم، چون توی بخش رسپانسیو کارمون رو سخت میکنه. پس من میام از همون سیستم گریدم استفاده میکنم. اما چطوری؟ بیایم اینجا فوترمون ایجاد بکنیم. طبق معمول یه دونه کانتینر و یه دونه رو میخوام. من اینجا میگم یه دونه کال 12 برای من بساز و یه دونه کال SM6 میخوام. در واقع چون داریم از موبایل فرست شروع میکنیم به این صورته و در ادامه کال LG چون نیاز دارم و از این میگم 4 تا به هم بده دیگه. فقط این اولیه رو من میام به 6 تغییرش میدم. خب حالا اینجا یه نکته‌ای بهتون بگم. شما فرض کنید این دوتا وجود نداره. من اینجا یه دونه کال LG6 دادم، اینجا هم یه دونه کال LG8. اینا رو در نظر نگیرین. قبلا به یه همچین چیزی خورده بودیم که گفتیم این دوتا اگه اینجوری باشه اشتباهه، چون ما باید مجموع کال هامون رو جوری بدیم که کلش 12 تا در بیاد، چون سیستم گرید ما 12 ستون است و الان اینجا مجموعش شده 14 تا. این درست نمیشه و همونجا گفتم که اگه بخوایم یه همچین کاری بکنیم در ادامه بهتون توضیح میدم. و الان اون در ادامه در واقع اینجا بهش برخورد کردیم که ما یه دونه کال LG6 داریم و 3 تا کال LG2 داریم که مجموعشون شده 12 تا. حالا این یه مقدار بزرگتر فضاش به خاطر این بخش اولی که داریم. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که آقا ما اینجا کال SM6 داریم، این مجموعش 12 تا نشده که؟ اینا مجموعش شده چه میدونم الان باید 24 تا شده باشه، یا اینجا مجموعش شده 48 تا. آقا این درسته ولی چجوری این ایراد داره برطرف میشه؟ این باگی که سیستم گریدمون داره برطرف میشه در واقع باگ نیستا. بریم بهتون توضیح بدم. ببینید ما یه دونه ردیف داشتیم که یه فلکس رپی بهش دادیم. حالا این فلکس رپ میاد چیکار میکنه؟ میگه خب من اینجا 4 تا کال SM6 دارم، پس میام این دوتای اولی رو توی یه دونه ردیف میندازم، دوتای دومی هم میندازم توی ردیف بعدی با استفاده از اون سایز دهی هایی که داخل سیستم گریدمون انجام دادیم. این کال 12 هم به همین صورت میاد به سایز دهیش نگاه میکنه، میبینه خب چند درصد صفحه رو گرفته، میگه خب من باید اینو به 4 تا ردیف تبدیل بکنم، اینجا هم به 2 تا ردیف. خب نگاه میکنه دیگه، میبینه نمیتونه که این 4 تا رو کنار هم بندازه. این 4 تا رو میاد میگه خب بذار بریک کنم، بشکنم و این دوتای دومی رو بندازم توی ردیف بعدی. این کارو چطوری انجام میده؟ میاد با استفاده از این فلکس رپ انجام میده که من اینم بهتون گفتم بگم که یک موقع دچار مشکلی نشید. بریم برای پیاده سازیش. من اینجا یه دونه فوتر کانتنت دارم. ببینیم بخوایم یه تصویر ذهنی از ساختار دهیش داشته باشیم، اینجا یه دونه فوتر کانتنت داریم که کلش رو در بر گرفته، یه دونه فوتر لوگو، یه دونه فوتر کپشن و داخل همون فوتر کانتنت هم میام یه دونه دیو سوشال ایجاد میکنم و داخل اون میام 4 تا دیو سوشال آیتم میذارم که اینا رو داخلش ایمپورت میکنم. من چرا اینجوری کردم؟ خب حالا اینجا بیایم که فوتر کانتنت داریم، فوتر تایتل اینو به لوگو تغییرش میدم، این H2 رم به تگ A تغییرش میدم و
میگم که یه دونم اشرف فرام بذار، چون میخوام وقتی کلیک شد روش بیاد ایمپورت بشه به همین صفحه‌ای که داریم. برای دومی هم به همین صورت من اینجا یه دونه فوتر کپشن دارم. فقط اینو باید تگشو به پاراگراف تغییر بدم. حالا بیایم تکستاشو قرار بدیم دیگه. این از اولی، دومی هم به همین صورت. حالا اینجا هم یه نکته دیگه رو بهتون بگم. ببینین اینجا من اومدم کل حروف این فشیون رو بزرگ کردم. در واقع این کار اشتباهی که ما بیایم توی سند HTMLمون به این صورت از حروف استفاده بکنیم. چون از لحاظ سئو محتوا این کار درستی نیستش. یه پراپرتی توی CSS داریم به اسم تکست ترانسفورم فکر کنم، نمیدونم دقیق یادم نیستش، به اسم تکست ترانسفورم که میاد این حروف بزرگ رو برای ما انجام میده. چه میدونم مثلا یه کاری که میکنه این حروف اولش رو بزرگ میکنه یا کلش رو کوچیک میکنه یا کلش رو بزرگ میکنه که روش درست اینه. پس من میام کل اینو به فشیون با حروف کوچیک تغییر میدم. بریم برای ادامه کار. ببینید اینجا همونطور که گفتم داخل فوتر کانتنتمون یه دونه، حالا فوتر ادرس که نه، یه دونه سوشال داریم. اسم میدم که سوشالز بشه. و اینجا حالا یه تگ آ داریم با یه ایمیج. من میام اینو یه کلاسی بهش میدم که کلاس سوشال آیتم میذارم و از این میگم 4 تا به هم بده. خب این اولی که فیسبوک، دومی فکر کنم این اینستاگرام. اینو چرا SVG گذاشته؟ اینستاگرام، اینم فیسبوک، دومی چی بود؟ توییتره و سومی هم لینکدینه. اگه خروجی رو یه نگاه بندازیم، من اینجا خروجی بگیرم، به این صورت پیاده سازی شدن. و حالا بیایم اینو کلاس‌دهی کنیم. فقط به این رو من بیام اینجا یه دونه فوتر کانتنت باکس بدم. فوتر کانتنت باکس. خب بیایم از این شروع بکنیم دیگه. داریم فوتر کانتنت باکس، اینجا یه دونه کالر، بک‌گراند کالر بهش بدم. بک‌گراند کالری که داره دارکه، در واقع بلکه. ادامه یه دونه پدینگ بهش میدم. پدینگ تاپشو میذارم 90 پیکسل باشه، تاپ و باتنشو. لفت و رایتش هم میذارم در حد همون 30 پیکسل. کلاس بعدیمون فوتر کانتنت. فوتر کانتنت که حالا این چیز خاصی نداره. من بیام روی فوتر لوگو دات فوتر لوگو، یه دونه کالر میخواد. کالرش چیه؟ سفیده. نو سفید تغییر میدم. یه دونه فونت سایز براش میذاریم اندازه 1.6 رم. یه دونه فونت فامیلی داره طبق معمول، فونت فامیلی که حالا رگولار چیه؟ بلکه. این رو هم به بلک تغییر میدم. و حالا همون تکست ترانسفورمی که گفتم اینجا میزنم تکست ترانسفورم و اینو به آپرکیس تغییر میدم دیگه. حالا اگه نگاه بکنیم خروجی کارو میبینیم که حروفش بزرگ شده. اینجا چون رنگش چیزه این کپشنمون اعمال نشده، این رنگش هم باید تغییر بدیم. بعدی میام فوتر کپشنمونه. فوتر کپشن این هم طبق معمول یه دونه کالری داره که کالرش باز این نیست. داخل طرحمون نگاه بندازیم. یه دونه فونت سایز بهش میدم. فونت سایز این که نه، در حد 9 رم بهش میدم. اگه خروجیشو ببینیم به این صورته. ببینین اینجا یه دقت بکنین، این بعد از اوسام در واقع بریک شده اومده پایین. میتونیم یه ماکسیموم وید بهش بدیم یا اینکه اینجا یه دونه تگ BR بندازیم. من میام ماکسیموم وید بهش میدم. مکس وید، حالا مکس وید
آره دقیقاً اندازه 280 پیکسل. یه دونه لاین هایت میخوایم که لاین هایتش رو برابر با 1.8 میذارم. الان دقیقاً درسته. بذار لاین هایتش رو بردارم ببینم به چه صورته. خب لاین هایتش رو برداریم اینطوری میشه که من میذارم بمونه. فونت فامیلی میخواد که فونت فامیلی رو میام اینجا بالا قرارش میدم. فونت فامیلی که داره رگولاره، حالا روبوتو رگولاره. ما اینو که نداریم، همون میایم پوپینز رگولار میذاریم. آره دیگه رگولاره، درسته. در آخرم میام یه دونه مارجین باتن بهشون میدم اندازه 25 پیکسل. یعنی خروجیشون نگاه بندازیم یه دونه مارجین باتنی هم باید داشته باشه. آره حالا مارجین تاپی داره به خاطر تگ پی که داره، ولی خب ما اومدیم مارجین باتنش تغییر دادیم، زیاد مهم نیست. میایم در ادامه سوشالمون رو انتخاب میکنیم که این چیز خاصی نداره، استایل خاصی. داریم سوشال آیتم، یه دونه مارجین رایت بهش میدم اندازه 10 پیکسل. مارجین رایت چرا اینجوری میگیری تو؟ و میام یه دونه سوشال آیتم داریم که داخلش ایمیج داریم. میایم این ایمیج ها رو سلکت میکنیم و سایزش رو تغییر میدیم، چون در حال حاضر سایزشون بزرگه. ببینم چقدره. سایزشون 52. من اینجا بیام اینو یه ویدی بهش بدم اندازه 30 پیکسل. 32 به نظرم مناسبه. یه وید میدیم 130 پیکسل که نه چی شده؟ من میگم 32 پیکسل. این تا اینجای کار. الان یه نگاه بندازیم کاملا به این صورته. فقط من بیام به این سوشالمون یه دونه دیسپلی فلکس بدم با یه دونه آیتمز سنتر که اینو خودتون بعداً متوجه میشین توی بخش رسپانسیو به چه دلیل دادن. حالا در واقع میرسیم به این سه تا ستون بعدیمون. اینجا اگه دوباره بخوایم یه ذهنیتی از ساختار کد HTMLش داشته باشیم، ببینیم ما در مجموع برای کلشون یا برای هر کدومشون میخوام بگم، آره برای این یه دونه فوتر لیست داریم. داخل این فوتر لیست یه دونه فوتر تایتل داریم که میایم این تایتل بالاش رو قرار میدیم و میایم با استفاده از UL و LI ها یه دونه کلاس فوتر منو ایجاد میکنیم با فوتر منو آیتم که 4 تا منو آیتم میخوایم تو اینجا و اینجا 2 تا منو آیتم میخوایم. حالا بریم اینم پیاده سازی بکنیم دیگه. من گفتم چی میخوایم؟ یه دونه فوتر لیست. داخل این میام از تگ H4 استفاده میکنم با کلاس فوتر لیست تایتل. حالا داخل همین فوتر لیستی که درست کردیم یه دونه فوتر لیست که نه، یه دونه فوتر منو میخوام و داخلش میایم از LI استفاده میکنیم. یه دونه LI داریم با کلاس فوتر منو آیتم و داخل این یه دونه تگ آ داریم، اینم کلاسش فوتر منو لینکه. خب حالا چه خبر شد؟ فکر کنم اشتباه دادم. ببینین اینو من باید بیام اینجا قرارش بدم که میگم 4 تا از این میخوام و در ادامه این رو هم قرار میدم. این که نه به این صورت. الان آره درسته. خب بیام این چیزاش هم قرار بدم دیگه. اینجا یه دونه کمپنی داریم که اینو اینجا قرار میدم و این about میاد اینجا. contact us support و داخل هم داریم این 4میه. خب این از این. بیایم حالا 4 تا از این میخوایم دیگه، در واقع 2 تای دیگه میخوایم. حالا بذاریم بمونه. بیایم داخل سند اپ CSS. اولین کلاسی که داریم فوتر لیست که حالا براش استایل خاصی نداریم. میایم روی فوتر لیست تایتل دات فوتر لیست تایتل. یه دونه کالر باید داشته باشه. ما بهش یه دونه فونت فامیلی میدیم.
فوند فامیلی که داره روبوتوه، حالا رگولاره که ما روبوتو رو نداریم، همینجا پوپینز قرار میدیم. یه دونه هم اگه داخل ابزار اینسپکت نگاه بندازین، اینا یه دونه مارجینی دارن. حالا اینجا ببینین، اینو من رنگش رو تغییر بدم تا شما یه چیزی رو متوجه بشین. فوتر کانتنت باکس، اینو رنگش رو به این تغییر میدم. ببینین اینا یه دونه دات دارن، در واقع استایل دارن که این لیست استایل هاشون رو باید برداریم. و اینکه یه دونه مارجین هم دارن آقا. این مارجین رو اگه نگاه بندازیم، خود این که نه، در واقع یو ال مون ببینین یه مارجین حالا پدینگی هم داره. این پدینگ رو باید بگیریم، مارجیناش رو هم باید بگیریم که در اینجا میام این مارجین اینو برابر با 0 قرار بدم. در واقع این لیست تایتلی که اینجا هستش، کل مارجینش رو میگم آقا 0 بذار. و نگاه کردیم دیگه این یو ال مونم مارجین و پدینگ داشت، مارجینش رو میذارم 0 باشه، پدینگش هم حالا تاپ که نه، پدینگش هم میذارم 0 باشه. در ادامه فوتر منو رو داریم. فوتر منو که اینم باز استایل خاصی نداره. میریم توی فوتر منو آیتم، فوتر منو آیتم یه دونه همون جور که بهتون نشون دادم لیست استایل داره. حالا من باز بیام اینو کالرش رو عوض بکنم، ببینید یک سری لیست استایل هایی داره که این دات ها هستش، این نقطه ها. پس من میام لیست استایلش رو برابر با نان میذارم، یه دونه مارجین تاپ که هم بهشون میدم. مارجین تاپ اندازه 20 پیکسل. حالا خروجی کار نگاه بکنیم به این صورته. حالا باید بیام اینا کالراشون هم تغییر بدم. اینجا یه کالری دارن که اینو قبلا اوایل پروژهمون لینک کرده بودیم، این تگ آرو که به کلشون اومده بودیم یه کالری داده بودیم. و میام اینجا تغییرش میدم. فوتر منو لینک لاست شیلد که نه، اینا هم از آیتم به لینک تغییر بدم. کالری که دارن اینه. بذار فونت فامیلی داره طبق معمول. فونت فامیلیش ببینم چیه. اینم روبوتور رگولاره، اما رگولار میذاریم بمونه. حالا من میخوام وقتی روی اینا هاور شد، در واقع اینجا روی این منو آیتم هم هاور شد، بیاد یه تکست دایرکشنی بگیره، کالرش هم تغییر بکنه. پس من میگم فوتر منو آیتم، آره لینک هاور خودش آورده، کالرش بشه سفید. آره میخوام کالرش سفید بشه و تکست دایرکشنش هم نان که نه آندرلاین میذارم. حالا اگه روشون هاور کنیم، من اینو بردارم روشون هاور کنیم به این صورته. خب دیگه چیزی نمونده، فقط من باید بیام از این کپی بگیرم دیگه. این کپی بگیرم اینجا. فقط باید این تکستاشو تغییر بدم. اینجا اولیش اینه دیگه. آره این تایتلش هم برابر با این چیزی که هست میذارم. اینم اگه دقت بکنیم about us بوده. بذار ببینم ایناشش about نه همون about. و اینا رو دوباره قرار بدم دیگه دونه بدونه. که اینجا فقط 2 تا لیست آیتم داریم. دومیه رو میگیرم و اینجا قرارش میدم. اینا رو پاک میکنیم، اضافی هم. حالا خروجی کارو که نگاه بندازیم یه همچین چیزی پیاده سازی شده، میمونه برای رسپانسیوش. من اینو چک بکنم تا اینجا که مورد خاصی نداره. ببینم پدینگ و مارجینشون درسته دیگه. من بیارم اینجا.
خب یه دونه لیست تایتل داریم که این پدینگ و مارجین خاصی نداره. اینجا هم پدینگ مارجینش رو گرفتیم و میمونه این لیست آیتم هامون، فوتر منو آیتم، که بعد به اینا یک پدینگ تاپی داده باشم. چون نمیاره. آره مارجین تاپ. یه مارجین تاپی دادیم که میمونه فقط بخش رسپانسیوش. بریم توی سند رسپانسیو. اینجا توی سایز 992 پیکسل میخوام بگم که این فوتر لیست تایتلی که دارم پوشش فوتر لیست تایتلم مارجین تاپش بشه برابر با 50 پیکسل. فوتر لیست تایتل چرا 50 پیکسل؟ ببینید من اگه سایز صفحه رو کوچیک بکنم، اینجا من میخوام که اینا وقتی به این سایز رسیدن، در واقع ببینید زیر سایز 992 پیکسل اینا میشکنن میان و پایین قرار میگیرن. حالا اگه من این تایتل رو اینو بردارم، اینا میام میچسبن به اون بالاییه. پس من میخوام یه فاصله ایجاد بشه، ولی برای این چیکار کنم؟ این میخوام بیاد همین بالا قرار بگیره. میایم همینو سلکت میکنیم، در واقع با استفاده از کاستوم CSS، این اولی بود دیگه، و میام مارجینشو برابر با 0 میزنم. این چون یک اولویتی داره، در واقع همون ایمپورتنتی که داشتیم میاد اینو اولویتش قرار میده و به این شکل در میاد. حالا بقیه رو نمیاد این کارو بکنه ها. و توی سایز پایین تر در واقع توی 768 پیکسل که فکر نمی کنم مشکلی داشته باشه، 768 پیکسل اینا اوکیه. آها ببینید من اینجا بهتون گفتم که میخوام اینا بهشون یه دیسپلی فلکسی بدم با الاین آیتمز سنتر کوشش سوشالمون. اینا هاشش اینجاست. اگه من دیسپلی فلکسش رو بردارم، ببینید به یه همچین چیزی برمیخوریم که حالا توی زیر سایز 576 پیکسل اینو بهتون نشون میدم. الان معلوم نیستش. پس میام میگم که زیر سایز 576 پیکسل بیا اینجا اول از همه فوتر لیست تایتلم رو انتخاب بکن و دوباره مارجین تاپی که داره رو برابر با 50 پیکسل قرار بده. حالا دوباره اگه دقت بکنین این همون ایمپورتنتی که داره باعث میشه مارجینش 0 بشه. پس من میام اینجا یه دونه ایمپورتنت دیگه بهش میدم و اینا به اندازه 50 پیکسل همون فاصله میگیرن. خب حالا میخوام محتوایی که دارم بیاد وسط چین بشه. در ادامه یه دونه فوتر لیست داریم که چون کلاسش قبل این فوتر لیست تایتل اومده، من میام قبلش هم قرار میدم. فوتر لیست تکس الاینش رو میذارم سنتر باشه. حالا که تکس الاینش سنتر شده، فوتر لیستمون کوشش فوتر لیست ایناشش تکس الاینشون سنتر شده، میبینیم به این صورت وسط چین شده. در ادامه یه دونه فوتر کانتنت داشتیم که میشه این بخش فوتر کانتنت. اینم بهش یه تکس الاین سنتری میدم و دوباره چون قبل این کلاسش میام بالاتر قرارش میدم. فوتر کانتنت تکس الاین سنتر. حالا اگه اینجا نگاه بندازین ببینین این سنتر شده دیگه. تکس الاینش کل این پرنتش برابر با تکس الاین سنتر قرار گرفته، ولی این وسط چین نشده. اینا هم به همین صورت. برای اینکه این کپشنمون وسط بیاد یه نگاهی بهش بندازیم. ببینین حالا اینو بخوایم بیاریم وسط، فقط کافیه یک مارجین رایت و لفت اوتو بهش بدیم که حالا کلاسش فوتر کپشن بود دیگه. من دوباره میام قبل این کانتنت دات فوتر کپشن مارجین رایت اوتو میدم، یه دونه مارجین لفت اوتو. حالا اگه نگاه بکنیم کاملا اومده وسط چین شده. اینجا ببینین به خاطر مارجین رایت و لفت اوتویی که دادیم، این از لفت و رایت یک مارجینی گرفته و اومده وسط قرار گرفته. وقتی اوتو میدیم به این صورته. حالا برای اینکه اینا وسط بیان فقط کافیه که حالا ببینم این کلاسش قبل چی بود. آخرین چیزی که استفاده کردیم فوتر کپشن و داریم فوتر سوشال. آره دقیقا بعد کپشن اومده دیگه. اینجا من میام میذارم سوشال
و یه دونه جاستیبل کانتنت سنتر بهش بدیم، این کاملا وسط چین میشه. دقیقاً اون دیسپلی فلکسی که بهش دادیم به همین خاطر بود که بیاد وسط چین بشه و الان اگه نگاهی بندازیم محتوای ما کاملا رسپانسیوه و اینا هم چون کلاسش رو اشتباه داده بودیم جلسه قبلی، الان دیگه تکمیل شده کلاس هیچ و سایز این تایتلمون هم داره کوچیک میشه. خیلی خب، این هم از قسمت آخر دورمون. شما فقط تنها کاری که باید بکنین اینه که بیاین خوب تمرین بکنین تا ملکه ذهنتون بشه. و خب یه نکته‌ای هم که در رابطه با این دوره بود این بود که حالا شما شاید برگردین بگین که خب آقا ما که کاری خاصی نکردیم، یه سری عکس فقط ایمپورت کردیم، اکسپورت کردیم. ببینین در واقع اصول کار به همین شکله. من فقط تو این دوره قصدم این بود که شما رو با اصول طراحی یک قالب رسپانسیو آشنا بکنم که امیدوارم به این هدف رسیده باشم. و اینکه اگه از این دوره خوشتون اومد و براتون مفید بود، لطفاً این کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین. اگه سوالی هم در رابطه با هر بخشی از پروژه دارین توی قسمت کامنت ها سوالتون رو بپرسین، من قطعاً به سوالتون پاسخ میدم. و همین دیگه، لایک و سابسکرایب فراموش نشه.